ولی آره. ترک بشین شد. بشینید. بچه صداش مکانیکر هم میبریم. نه کاری نداریم برو. مکانیکر هم میبریم واسه کرایت کنگ، همون که تو مکانیکیه. دادیم بزن جون مادرت. خوردیش که. میزنه. آها دادیم بزن جون مادرت. کرده بچه سو حله. آقا ببین همینو نگهدار. همین آقا هم با ما. همین دوتا هم با ما. آقا بشین آقا آی بشین. امیر ترکو میگی زبل آقا امیر ترکو بگو بیا یه لحظه. حتما بگو بیا. آقا، رسیدگی به مکانیک. بشین. دوستان حتما بگو. عزیز جانم. آقای دوستان، 273 داشت یه لحظه یه میتونی لحظه. بیای با ما؟ 273 منم خره. یه لحظه یه دقیقه لحظه. فادش. آی زبلی تو یه دقیقه بیا کارت ما کن. بیا بشین بارمان. اینقدر ما- بابا بذار آدم جمع کنیم. بگیم آره همین حسین. جمع. آدم اینجا یه لحظه آیزبل جانم آقای شما کسی هست که بتونه عوض کنه؟ بله. اینجا امیر ترک هست داره. شما یه لحظه بیا اینجا آیزبل بابا رادی میخوای بری چه گویی بخوری؟ آقا جونم. عزیز کی میتونه اینجا عوض کنه الان؟ امیر داشت ترک. امیر ترک. مش دیوانه حله. حاجی حاجی، وایسا. می‌بریم گنگ حاجی کریت کنیم؟ میبریم گنگ بزنی؟ من آره ما 3 نفریم، یه نفر دیگه هم به میاد، یه خدا نفر دیگه میخوایم. مکانیکی هم بیا مکانیک. بریم آقا، حاجی. عشق، اون یکی دیگه هم عشق، تو بود. یکی دیگه هم تو بود. دادیم برو اونم بیار. اون یه نفرم بیاریم. آره برو یه اون نفر رو چیز تک رفیق می‌دیم. منه. آره هرچی برو هم تو سرور الان چیزمون. الان گنگمونو میزنه. برو بیا. یارو بالایی. ها بالاییو بیا. بیا اون بالایی. بالایی بیا پایین بشین. آقا اینو کری بدیم بریم گنگو کریت نه کنیم. جاش میشه. میتونی عقب بشینی. عقب میتونی بشینی. جان عقب جا نیست. بریم گنگ کریت کنیم. بشین داداش آقا. به خدا حال ندارم. اون روز یه نفر داشت تو رو گفت خدا گنگ بیا. آقا جان داشت به مادر. خدا ما همین ظرفیت هم هست. منم میشناسی. میدونم داداش، ولی به خدا یه روز یکی اون روز گفتش که ببینیم گنگ کریت بکنیم. به خدا ظرفیت هم رفتیم بخور بارش الان. شدیم. اوکی. اکسپت آقا نه کن. 2 ساعت نیست. الان ارشیا تو تیکت تگش میکنم میگم بیاد. ارشیا رفیقمونه. ارشیا داداشم. بیا باش. آجی بیا. منم بشین آقا، آقا آقا بشین. یکی بیا. جدی بشین. کریش بده آقا. کریش بده بشین. آقا آقا چقدر این مکانیکا با آقا بشین شما. آقای به خودم سفید. مکانیکی چی آقای آره سفید بشین. آقای سفید. دارم سفید. آقای چیز اون اون رفت. نرو آقا نرو جدی نرو. اوی ای آقا شما دوتا بشینین. اب نداره. آقا بشین شما شما آف دیوتی بکن، چون آن دیوتی بیرون باشی داستانه. آف دیوتی بکن. حل باش. داشت چی بابا ویم پی سگ بیا میدونم دیگه. عزیزم، منم چیفم. داداش چیف ان دو تا ویم ترینرم. پی بود. میدونم این بهش میگه چیف. حالا ما هم میگیم چیف که ناراحت نشه. قرار خوب باش. بابا بهم بین میگن چیف. حیوان نباش میام پایین یکی میزن. ببین من اسمجی دارم. کشت آجی. منو کشت. این گانو تو دستم میبینی این کنارشه. منو کشت. بیام ما پایین چجوری داری دارم. اینجا گان میکشی؟ دادا من پارتیم کلافتی. یه بار دیگه بزن من پیاده بشم. دادیم چی ریپورت بزنم بده. تو فرق سره. آقا این یارو داره وی دی ام میکنه. من اول ریوای بده. این یارو اومده تو این یارو داره مقر ویدیو ما. می‌کنه. اومده تو ارشیا. مقر ما. ارشیا نه خدا ارشیا نه خود ارشیا نی فکر کنم. من فکر ارش مثلا خودم پاره کنم. نه اون ارشیا نیست. آره آف دیوتی کجا باید کنم؟ خره اونجا. اینا اینجا. نشونم بده. اونا پوری انگشتمو نگاه کن. داداش همین الان ستم زدن. چیف انگشتم اونا. ببین ترینر یعنی چی؟ نه ترینر رنگ 2 فکر یه کنم. رنگ از ترینر بالاتر. ترینر معمولا آموزش این داستانا بود. بیاین منم میخوام. وایسا پیادهشو من برونم. پیادهشو بارمان تو رو جان من مادر دیگه پیاده. من میخوام. بشین نه بابا! بیسو ببرم. یه لحظه وایسین. یه لحظه نریم بچه‌ها. یه لحظه. یه دونه بزنم فرق سر. اون کی بود داشت اینجوری میکرد؟ بزن. حاجی این یارو بیارین آقا داش میای.
وای تریش برین آقا عشق ببین ظرفیتم پر شد الان هرچی رو تگ میکنم سریع هم کریت میکنم آقا دوستتون دارم شانس آوردی نخورد تو سر شهر. یه کریش برین کریش بده من چجوری دارم اینجا تیر میزنم؟ اما من نزن باگه نزن آقا کری دارم به یکی نزن آقا. آقا بشین از اون ور بشین از اون بشین همین ور بشین یا برو اون ور آقا بریم بیس ببین یه بیس مشکلی هم هست حالا ببین بعضا وای نمیتونم باید از اون ور برو فلج اون ور برو. از اون ور بازه فلج بعد منو شات فایر کن اوکی آقا یعنی چی بعد شات فایر هم تیر کن میزنم. من چجوری دارم تیر میزنم؟ خودم توش موندم. 6 تا بی ام پی بازی. سیف زون داشتم تیر آقا میزنم. داداش بعد منو شات فایر کن اوکی کیو کشتم؟ وایسا. آقا داشت زدیش آقا نزن دیگه نزدم کیو کشتم؟ وای آقا عجب نامه بدین و بلند کنین بریم جنگ رو کریت کنیم سریع من چرا مردم؟ این چرا باگ میزنی؟ تو چرا میزنیش؟ نه بابا نکن دیگه بابا بیا خب زد دیگه آره بچه او جون خودتون سریع یا الان چیز آجی میکنم من میگم تایم ندارم وایسا فقط سه. سریع آقا اینو ریوایو بده، اینو آقا. ریوایو بده این دوباره مرد. پیاده‌شو از این ماشین دوباره پیاده‌شو از مرد، ماشین این پیاده‌شو دوباره ببرم بیس پیاده‌شو بهش دمت گرم جانم حاج جواد میگه ارشیا بیاد رو آیدیم بگو برای کریت گنگه برای کریت وایسا گنگ منو ببر وایسا آقا اون وای ولشون کن بیا بریم دیگه سوار شی. نه سریس مگه میگم آدم باش دیگه چرا میزنه؟ داشت یعنی چی ولشون کن همون بهتر بفرمایید. ببین اینجا تا دست بذار سر داشت دست آقا بذار نکن ماشین پیاده شد. ناموسن نکن وای برو بریم بشین بریم برش کن بشین طرف کن داشت. آقا دمتون گرم بچه جان برو ببینم آقا بیاین با بیا بشین. رفاقتی برین حاجی، میخوام بریم گنگ بزنیم رفاقتی. غلط کردم. جدی آقا بیاین گو خوردیم رفاقتی برین آقا گو خوردیم رفاقتی آقا دارم میگیم گو خوردیم دیگه. آقای محترم داریم میگیم گو خوردیم برین لطفا. مرامتی رفاقتی آقا بشین دیگه آقا بشین همین دست گوش وای آقا 5 نفر بود شدیم 3 نفر گاییدن ما رو بیان پایین خدا در چی بابا بابا 3 نفر شدیم حاجی 2 نفر دو نفر شدیم وای این پیدی ها الهی ننهاشون بمیره بسته دیگه برو بزنیمشون من با کسی نمیشه. هلو مردن ادمین پیششیم بود دیدی ادمین برو برو رادین خود برو آدم ها رو برداریم. ترسم سی اس بخوریم حاجی تو مهم نی چنج اکانتیم بلند شدی کشیم بلند شده الان چرا جلو ادمین داری میزنی؟ من زندم یکی رو زدم گان سنگین تو شهرش خورد دادی من قایم شدم دادی من قایم شدم وای الان سی هم میزنن قایم شدم سی من خورد ها ویدی ام چی رادین چنجکان واکنش چنجک برو تو رو خود چند تا آدم اوکی کن چقدر تا پدر خوبی جلوش رادی 5 نفرمون فول بود همش قطعا ان بود ریدی توش شو بکنش شلن نوبت بکنش چیزی نگو چشات میگه خودش طبیعیه این پارسا کجا رفت واجی
حاجی نشد. زدیم توی یه قدمی کریت گنگ بودیم. سننه این یارو که اصلا اول از همه سوارش کردیم تو ریوایوش دادی. الان دیگه مکانیک هم نیستیم بریم آدم بیاریم. تو هستی راستی؟ هست.